مرکز مهاجرت سنت پترزبورگ روسیه مقامداران این اداره در 10 روز اخیر به صدها شهروند تاجیکستان پتنت یا اجازه کار ندادند. مهاجران تاجیک میگویند مقامات روس به هیچ دلیل درخواستشان برای پتنت را رد میکنند یا مهلت برای مراجعت به پتنت را به ماه‌ها عقب میگذارند. یک مهاجر تاجیک که 10 روز باز گروهی از دوستانش را در این مرکز همراهی میکند گفت به حساب او در این مدت درخواست زیاده از 500 مهاجر تاجیک برای پتنت رد شده است. مقامات روس این وضع را شرح ندادند، ولی مهاجران میگویند هدف ظاهرا تنها مهاجران تاجیک است، چون شهروندان ازبکستان چنین مشکل ندارند. مقامات تاجیک رفتار مقامات روس نسبت به مهاجران تاجیک را دغلانه نامیدند. در روسیه سالها باز مهاجران تاجیک را اذیت می‌دهند، ولی پس از حمله مرگبار ولی شبهه برانگیز به کراکوس در مسکو، تاجیکان را گمانبر دانستند و فشار بالای مهاجران افزایش یافت. صدها مهاجر دیگر در فرودگاه‌ها و راه‌های زمینی اجازه ورود ندارند. گروهی دیگری را دست جمعانه از روسیه خارج کردند. روز 29 اپریل وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در نوت‌ای به سفیر روسیه در دوشنبه رفتار مقامات روس را خلاف عنعنه‌های دوستی میان دو کشور نامید.